ناگمان پچ یا شکارپچ، کباب خوشمزه و محلی بلوچستان. این کباب خوشمزه محلی که با نام ناگمان پچ یا شکارپچ معروف است، به معنای ناگهانی پختن است و یکی از خوشمزه ترین کباب های بلوچستان است که پخت آن از گذشته های دور تا کنون در اکثر مناطق این استان به چشم می آید. یک کباب محلی مثلا 100 سال پیش می پیروک و بوم پیروکان پیمته که گواسا پچه بی یه طرف و طرف آز بونه بی وسط گوشتان کله 13-14 تا گوسفند ذبح کردیم و به همراه اهالی روستا داریم تک تکی میکنیم و کباب بلوچی به اسم شکارپز داریم میپزیم. مشارکت در پخت این کباب با اهل منزل و فامیل است و هر کدام از اعضای خانواده به نوعی در این کار شریکند. سوکان تراشان پیم شکران گوشتان مان جرم پتون کباب پیم کنه پر مهمانو.